این دسیسه بازی ها، این مار بازی های نهضتی هرچند اون سالها شروع شده بودند امروز هم ادامه دارد. امروز هم نهضتی ها با همون حله و مکر نیرنگ خود میخواهند مردم را گمراه کنند. همون مقصدهای دشمنانه خودشان را امروز هم میخواهند عملی سازند. ببینید که محمد اقبال صدرالدین مثال میاریم. محمد اقبال صدرالدین یک نفری که شب و روز در اینترنت است کوشش میکند مغشویی کند، مردم را گمراه کند. از کجا پول میگیرد؟ یا این کبیری یا چند نفر دیگر نهضتی ها هستند که اونجا 24 ساعت در شبکه‌های اجتماعی فقط پخش مستقیم، برآمدها دیگر. اما اینا از کجا معاش میگیرند؟ مبلغ برای اینا کی میدهد؟ هیچ کدام یک نفر بهوده برای کسی پول نمیدهد. اینقدر تکنیک‌های گرانبهای نهضتی ها از کجا گرفتن؟ اینقدر استودیو و دیگر شرایط ها از کجا؟ کی برای یک نفر میگه اینا پول مرحمت این کارا کن؟ هیچ کس بهوده این کارا نمیکند. در افریقا مردم از گرسنگی میمیرند. چرا یک کس پولشون نمیدهد؟ چرا یک کس نمیگه مرحمت اینا پول بگیرید زندگیتون رو ساز کنین؟ هیچ کس به منفعت کسی کار نمیکند. این گروه ها چی نهضتی های خائن تروریست و چی 24 های گمراه اکستریمیست، اینا بازیچه دست دیگرها هستند. اینا را یک گروه های میخواهند بر علیه ما استفاده کنند تا مقصدهای ناپاک خود را عملی کنند، هدفهای خودش را دنبالگیری میکنند.